سلام دوستای عزیز، سارا هستم و بسیار من خوشحال هستم که با یک ویدیوی جدید دوباره در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین و این ویدیو بتونه که یک ویدیوی آموزنده و جالب براتون باشه. میخوایم که از کامنت های بسیار با محبت و زیبایتان تشکری کنم و امیدوار هستم که لایک، سابسکرایب و شیر فراموشتان نشه. دوستای عزیز، لایک کردن شما بسیار زیاد مهم است. با اثر لایک کردن شما ویدیوها زیادتر پیشنهاد میشه به دوستای ما و زیادتر میتونن که در دسترس دوستای ما قرار بگیره. از اون خاطر من خواهش میکنم که لایک فراموشتان نشه. دوستای عزیز، ویدیو امروز در مورد آموزش دو آهنگ زیبای محلی ما می باشه. دوستای عزیز، من همونطور که در ویدیوی 148 و 149 تشریح داده بودم، مخصوصا 148 شما حتما ببینین که ما در تشریح دادیم مفصل که ما حداقل 10 آهنگی که در یک اسکیل و در یک ریتم خوانده شده و جور شده اینا ما تمرین میکنیم. ما یک گروپ جور میکنیم که در هر ویدیو 2 آهنگ و یا 3 آهنگ میخوایم که در خدمت شما آماده کنم که برای ما آسان شه، ما بفهمیم که بعضی وقتا ضرورت میشه مثلا که آهنگ مثلا دوستا در رقص می باشند، محفل رقص و پایکوبی است، چند آهنگی که در یک اسکیل و در یک ریتم جور شده ما چطور میتونیم اینا را تمرین کنیم، یاد داشته باشین که به تو روزهای ما اینا بتونن که بر ما مفید واقع شوند. در 2 ویدیوی گذشته که 148 و 149 بود که اونها را پیشنهاد میکنم که حتما ببینین، دو آهنگا عین ریتم و عین اسکیل بودن، اما ریتم تیز بود، سرعتش تمپوش زیاد بود، برای رقص بودن. ولی این 2 آهنگی که امروز من میخوام عین ریتم و عین اسکیل هستن، اما تمپوش سلوسته و آهنگای نیستن که برای رقص باشن، در حالی که عین ریتم و عین اسکیل هستن. البته همونطوری که من در 2 ویدیوی گذشته گفته بودم که این آهنگا میشه که در یک آکورد یا در 2 آکورد حتی خوانده شود، یعنی آهنگای مشکل نیستن. بسیار آهنگا زیبا هستن، ساده هستن ولی بسیار زیاد زیبا هستن. دوستای عزیز، من یک تشکری مجدد دارم از دوستای ما که ممبرشپ از این کانال خریدن. من از شما پیشنهاد میکنم که اگر میخواین که رشد موسیقی خود پیشتر سرش کار کنین، در درس‌های آنلاین ما که روزای یک شنبه از ساعت 4 تا 5 با وقت اروپای غربی است، در شما میتونین که اشتراک بکنین و ما لینک ویدیویی که در مورد درس‌های آنلاین معلومات دادیم او را بزیر ویدیو میمونیم، شما بالای لینک کلیک کنین و تمام معلومات از شما قرار میگیره که شما بسیار آسانی میتونین که شامل درس‌های آنلاین ما شوین. درس‌های آنلاین ما فردی و شخصی هستن، یعنی به هر کس به تمپو و روش خودش ما میخوایم کار کنیم و مقصد ما این است که درس ها جالب برای دوستای ما بمانه و هر کس بتونه به تمپوی خودش پیش بره. دوستای عزیز، میریم و یک جا شروع میکنیم. خب من اسکیل از این تشریح نمیکنم، برای شما برای تشریح اسکیل از این برین لطفاً به ویدیو 148. ما از اینجا راستن شروع میکنیم در آموزش آهنگ. خب آهنگ از اینمی F ماینر کورد شروع میشه. البته من از F را میخوانم و آهنگ از سه شروع میشه. توری زلفکر شانه خوباوان نلرم ستا پا یارانه زپا زلفکرم شانه دمی راه کلان منزل گرفتی، مرا دیدی خدا غافل گرفتی زپا زلفکرم شانه مخو یارک باز خواه دونستم چرا از یار شیرین دل گرفت دل، چرا از یار شیرین دل گرفتی زپا زلفکرم شانه. آهنگ از سه شروع میشه. دمی راه کلان منزل گرفتی
شیرین دل گرفتی ز پزل فکرم شانم مخویارک بدخواه تونستم چرا از یار شیرین دل گرفتی ز پزل فکرم شانم. تمام آهنگ امی رقم تکرار شد دوستای عزیز و میلودیش شما میتونین که این میلودی را استفاده بکنین که ما یک قسمت از میلودی را در ویدیوی 148 کار کردیم و باز یک قسمت دیگه اینجا کار میکنم. همراه یک انگشت که ما کار کردیم در ویدیوی 148 است که اینجا تکرار نمی کنم و میلودی را میتونین که امی بهترش است که امی خود امی آهنگ شما میلودی خود زیر بنوازین. مثلا خب ما راستن باز سر آهنگ دیگه میریم که امی آهنگ دیگه که نام بنامت اینام از امی یعنی این نوت ها تقریبا استفاده شده و بمی کاملا ما میتونیم بسیار آسانی از این آهنگ از بری آهنگ دیگه بریم. نامم بنامه نامم بنامه شوم کفتر بشینم نوک بامت ما قربانت شوم ای کابل من که از خاک تو شدا بگل من وای. در این آهنگ اردو ری استفاده شده. ما قربانت شوم ای کابل من که از خاک تو شدا بگل من وای. بخارج من اگر 100 سال باشم تپایش داره بره تو دل من ما قربانت شوم ای کابل من که از خاک تو شدا بگل من بخارش من اگر 100 سال باشم تپایش داره بره تو دل من نامم در نامه نامم در نامه شوم کفتر بشینم نوک بامت نامم در نامه نامم در نامه شوم کفتر بشینم نوک بامت و میلودی که در بین هر فرد شیرش که میخوریم امیست اینیش است.
همی تمام آهنگ بود دوستای عزیز. میریم و ایره ما در مغولی تمرین میکنیم. البته تمپوش شما هرچی که خودتون انتخاب میکنین، هرچی قدر که میتونن که بخونین و در گوشتون خوب میایه. دمی راه کلان منزل گرفتی، مرا دیدی خدا غافل گرفتی، توری زلف قشنگ. دمی راه کلان منزل گرفتی، مرا دیدی خدا غافل گرفتی، توری زلف قشنگ. مخویاره که بعد خوی دونستم، چرا از یار شیرین دل گرفتی، زپا زلف قشنگ. زپا زلف قشنگ، شانه شانه خوب باور ندارم ستا پیارانه، زپا زلف قشنگ. زپا زلف قشنگ، شانه شانه خوب باور ندارم ستا پیارانه، زپا زلف قشنگ. نامم دنامه شوم کفتر بشینم نوک بام تو. نامم دنامه شوم کفتر بشینم نوک بام تو. ما قربانت شوم ای کابل من، که از خاکت شدم بغل من. بخارت من اگر 100 سال باشم، تپایش داره بره تو دل من. نامم دنامه شوم کفتر بشینم نوک بام تو. نامم دنامه شوم کفتر بشینم